کلماتی در مورد فراق ماه مبارک رمضان. بار سفر را بستی ای ماه پرفیض خدا، بار سفر را بستی ای ماه پرفیض خدا، دلها پر از اندوه و غم، عزم سفر داری چرا؟ بار سفر را بستی ای ماه پرفیض خدا، بار سفر را بستی ای ماه پرفیض خدا، دلها پر از اندوه و غم، عزم سفر داری چرا؟ دلها پر از اندوه و غم، عزم سفر داری چرا؟ یاد خوش ایام تو، یاد تراویح و قیام، یاد خوش ایام تو، یاد تراویح و قیام، از دل نخواهد شد بیرون ای ماه تقوا و صیام، از دل نخواهد شد بیرون ای ماه تقوا و صیام. یاد سحرگاه و غروب، یاد نماز نیمه شب، یاد سحرگاه و غروب، یاد نماز نیمه شب، آن بیقراری های ما در ماه شعبان و رجب، آن بیقراری های ما در ماه شعبان و رجب، تا تو بیایی سوی ما بمان دل همان شوی، تا تو بیایی سوی ما بمان دل همان شوی، اما چه زود اینا گذشت حالا تو داری می روی، اما چه زود اینا گذشت حالا تو داری می روی. افسوس و صد افسوس از این ماهی که رفت ای دوستان، افسوس و صد افسوس از این ماهی که رفت ای دوستان، افسوس از این شبهای قدر، افسوس از این عمر گران، افسوس از این شبهای قدر، افسوس از این عمر گران. حیران و دل خونم خدا، حیران و دل خونم خدا، این رابطه های آخرش، حیران و دل خونم خدا، این لحظه های آخرش، حیران شو طفلی بی نوا در جستجوی مادرش، حیران شو طفلی بی نوا در جستجوی مادرش، قدرش ندانستیم و رفت این ماه قرآن و نماز، قدرش ندانستیم و رفت این ماه قرآن و نماز، درهای دوزخ بسته بود، درهای جنت باز باز، درهای دوزخ بسته بود، درهای جنت باز باز. یا رب خدایا در گذر از این همه ورز و گناه، یا رب خدایا در گذر از این همه وزر و گناه، از جرم و از تقصیر ما این واپس این ایام ما، از جرم و تقصیر ما این واپس این ایام ما. ما را ز درگاهت نران تنهای تنها می شویم، ما را ز درگاهت نران تنهای تنها می شویم، بکول باری از گناه بدبخت و
رسوا می شویم با کول باری از گناه بدبخت و رسوا می شویم مرض درگاهت نران شاید ودای آخر است مرض درگاهت نران شاید ودای آخر است این شیشه تا سال دیگر شاید که افتاد و شکست این شیشه تا سال دیگر شاید که افتاد و شکست بار سفر را بسته ای ماه